با اعلان عقب‌نشینی روسیه در خرسون روز چهارشنبه جنگ در اوکراین به مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسون ترک کنند. به بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره‌های ضروری را بیاندیشید. اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسون ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسون مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اولی حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن باخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگری دنیپر گذرند. مسکو اعلام کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسون ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده‌ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکشاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته‌های اخیر اوکراین از حمله‌های پیهم به زیرساختارهای استراتژی مخصوصاً انشاءات انرژی و انبارها خبر میداد.